سلام خدمت دوستان. یک ریسه مویی گیسبافت رو میخوام آموزش بدم برای ماهیگیری کپور. بسیار کاربردی و راحت. به 20 سانت نخ احتیاج داریم. من از نخ روشن استفاده میکنم که توی فیلم مشخص باشه و یک قلاب کپوری. برای گذاشتن بویله باید این حلقه رو بزنیم. به همین اندازه میتونید قرار بدید. با دستتون که نگه داشتید کافیه این نخو داخل دوتا انگشتتون به این حالت تاب بدید. اینجوری میشه. من از نخ سایز بزرگتر استفاده کردم که فقط توی فیلم مشخص بشه. اینجوری تاب میدی خودش حلقه‌ای برمیگرده روی. ببینید دست دقت کنید به دست من، اینو اینجوری تاب بدید. تا قبل از حلقه قلاب اینجوری گیسبافت رو ادامه بدید. وقتی به اینجا رسیدید این سر نخو از داخل سوراخ قلاب از پشت وارد میکنیم و میکشیم. این میشه طرح گیسبافت، محکم و کاربردی بدون استفاده از استاپر و چیزهای دیگه. حالا میتونید هم بویله استفاده کنید هم به اینجا فنر بزنید. من از قبل آماده کردم بهتون نشون میدم. این برای بویله است. اینجا هم که فنر استفاده کردیم که خمیر بزنیم. این دیگه خمیر وقتی به این فنر زده میشه محکم نگه میداره و ماندگاری بیشتری توی آب داره. موفق باشید.